هممون حداقل یک بارم شده با خوابمون دچار چالش شدیم. خواب برای بعضیا یک مشکل روزمره است. خوبه که بدونید محتوای این ویدیو از کتاب مغزتان را دوباره سیم‌کشی کنید هستش. اما حقیقت پشت ماجرای خواب چیه؟ چطور خواب دلچسب‌تر و با کیفیت‌تری داشته باشیم؟ و اصلا کمخوابی میتونه به ما آسیب بزنه؟ یکی از عجیب‌ترین رکوردها در کتاب گینس در سال 1964 ثبت شد. یک جوان 17 ساله به اسم رندی گاردنر موفق شد بیش از 264 ساعت بیوقفه بیدار بمونه بدون هیچ خوابی. در ابتدا ظاهراً بدون هیچ مشکلی این رکورد رو به ثبت رسوند. اما پس از گذشت مدتی دچار آشفتگی ذهنی، گیجی و مشکل در حرف زدن شد و حتی نمیتونست متمرکز به یک جا نگاه کنه. به خاطر آسیب‌های جدی که کمخوابی یا خواب بد میتونه روی سلامت ما داشته باشه، این عنوان از کتاب گینس حذف شد. چی میشه که ما بیخواب یا بدخواب میشیم؟ عواملی مثل استرس و اضطراب که در طول روز تجربه میکنیم و افسردگی میتونن ما رو به بیخوابی و بدخوابی بکشونن و باید بپذیریم که زندگی همیشه پر از چالش ها و فشارهای مختلفی هست که به صورت مستمر میتونن روی کیفیت خواب ما اثر بذارن. وقتی بد بخوابیم خسته ایم و متاسفانه وقتی احساس خستگی میکنیم در مواجهه با مسائل مختلفی که باشون روبرو میشیم مشکلات و جنبه‌های منفی رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که واقعا هستن میبینیم. به زبان خیلی ساده میتونیم بگیم وقتی خسته ایم درصد شادی و لذت بردن ما از زندگی خیلی کمتر میشه. خواب ما روی همه چی اثر داره. کافی یک شب بد بخوابیم تا فردا در محل کار اعصاب و خلق و خوی درست حسابی نداشته باشیم. اونایی که از مشکل خواب بد رنج میبرن خیلی بیشتر تکانه‌ای و هیجانی عمل میکنن و حتی مرگ‌های ناگهانی بر اثر بیماری‌های قلبی و عروقی هم اثر مستقیمی با خواب بد داره. حالا که از آسیب‌های خواب بد آگاه شدیم، سوال کلیدی اینه: مقدار زمان خواب برای هر فرد تفاوت داره، اما مقداری که توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت چیزی هول و هوش 7 تا 9 ساعت هست. حالا اگه شما میخواین واقعا مقدار زمانی که بدنتون نیاز داره به خواب رو تشخیص بدین، ویدیویی که براتون میذارم رو نگاه کنین تا بتونید زمان شخصی سازی شده خودتون رو پیدا کنید. مهمترین مبحث در زمینه خواب چیزی هست که بهش میگن بهداشت خواب. بهداشت خواب به مجموعه‌ای از رویکردها، عادتها و شرایط محیطی اشاره داره که به بهبود کیفیت خواب ما کمک میکنه. وقتی کامنت های مردم زیر ویدیو و پست ها رو نگاه میکنیم مغزمون سود میکشه. میبینیم که خیلی ها از خوابشون گله‌مندن و برای داشتن خواب بهتر دارن قرص خواب مصرف میکنن، در حالی که وقتی باهاشون صحبت میکنیم متوجه میشیم خیلی از این افراد چیزی در مورد بهداشت خواب نمیدونن و دارن قرص خواب مصرف میکنن. این مسئله واقعا نگران کننده است. 8 نکته اساسی در بهداشت خواب وجود داره که اگه رعایتشون کنیم خوابمون از این رو به اون رو میشه. فقط قبل از همه چی خواهش من اینه نگید من نمیتونم انجام بدم و شرایط زندگیم اجازه نمیده. ببینید شما میتونین چطور در حد خودتون اون نکته رو رعایت کنید. مثلا در بهداشت خواب توصیه میشه 4 ساعت قبل از خواب از تکنولوژی فاصله بگیرید. شما به جای اینکه بگید من نمیتونم شرایطش رو ندارم، از خودتون بپرسید چطور میتونم انجامش بدم. اگه 4 ساعت براتون مقدور نیست، خب حداقل نیم ساعت قبل از خوابتون از تکنولوژی فاصله بگیرید. بریم سراغ نکات بهداشت خواب. شماره 1: مدیریت نور. مقدار نوری که در طول روز در معرضش قرار میگیریم اثر مستقیمی روی خواب ما در شب داره. به همین خاطر سعی کنید از زمان صبح که بیدار میشید در معرض نور، ترجیحاً نور خورشید قرار بگیرید تا بدن شما عادت بکنه که الان وقت بیداریه و وقتی شب فرا میرسه و هوا تاریک میشه زمان خواب هست و خودش رو برای خواب و استراحت آماده کنه.
همینطور شبها از کامپیوتر استفاده نکنید، چون در حقیقت شما واقعا دارید در شب به نور نگاه میکنید و این باعث میشه که مغز شما خودش رو اونجور که باید برای خواب مهیا نکنه. پس سعی کنید چند ساعت قبل از خوابتون از نگاه کردن به صفحه موبایل، تلویزیون و کامپیوتر خودداری بکنید و اگه هم میتونید هر چقدر به شب نزدیکتر میشیم مقدار نور خونه رو کمتر بکنید. به جای 4 تا لامپ 2 تا لامپ رو روشن کنید. اینطوری به مغزمون یاد میدیم که خودش رو آماده بکنه برای یک خواب با کیفیت. شماره 2، مواردی در رژیم غذاییتون رعایت کنید. صبحونه خوردن خیلی مهمه، پس با صبحونه‌تون اصلا شوخی نکنید. ما که از اون خانواده‌اش نیستیم، اما 5 ساعت قبل از خوابیدن از نوشیدن آب شنگولی خودداری کنید. قبل از خوابیدن سعی کنید خوراکی‌های خیلی شور یا خیلی شیرین رو مصرف نکنید. و آخرین مورد، شامتون رو کمی زودتر میل کنید تا هنگام خواب شکمتون خیلی پر نباشه. شماره 3، فعالیت بدنی و کنترل حرارت بدن. حرارت بدن ما ممکنه در طول شب بالا بره، در حالی که برای داشتن خواب خوب باید در طول شب حرارت بدن ما پایین باشه. با ورزش در روز میتونید حرارت بدنتون در شب رو کنترل بکنید. پژوهشی در دانشگاه استنفورد تأثیر ورزش بر روی خواب افراد بالغ بین 55 تا 75 سال رو زیر ذره‌بین قرار داد. نتیجه این شد افرادی که در طول روز 20 الی 30 دقیقه فعالیت بدنی و ورزش داشتن، شب خیلی راحت‌تر و سریعتر از بقیه به خواب میرفتن. البته حواستون باشه ورزش کردنتون چسبیده به خواب شبانه‌تون نباشه. شماره 4، محل خوابتون فقط برای خواب باشه. وقت خواب جایی برای بردن گوشی، کار با لپتاپ و حل و فصل کردن مسائل خانوادگی نیست. پس دیدن سریال و تلویزیون رو به خارج از اتاق خوابتون اختصاص بدید. شماره 5، برای خوابیدن تقلا نکنید. اگه بیش از 1 ساعت در وقت خواب غلط زدین و خوابتون نبرد، بلند شید برید یه اتاق دیگه و یه کاری که بهتون آرامش میده مثل کتاب خوندن، نقاشی یا هر چیزی که خودتون دوست دارین انجام بدین. هر وقت احساس کردین آمادگی خواب دارین، برگردین و بخوابید. یه مطالعه جالبم انجام شد و جایزه‌ای قرار دادم برای کسی که زودتر از همه موفق میشد خوابش ببره. به علت تلاش سختی که شرکت کننده ها برای خواب میکردن 2 برابر معمول طول کشید تا اونها به خواب برن. شماره 6، برای خوابتون الگوی منظمی داشته باشین. شبها در 1 ساعت مشخص به وقت خواب برید و سعی کنین صبحها هم در 1 ساعت مشخصی بیدار بشید. البته قرار نیست مثل ربات همیشه همینطوری عمل کنیم. اتفاقا لازمه گاهی شبها دیر وقت بیدار بمونیم و با همسرمون سریال ببینیم، اما سعی کنید اکثر اوقات این سیکل زمانی رو رعایت کنید. شماره 7، برای آرامش ذهنیتون وقت بذارید. ذهن آروم خواب بهتری رو تجربه میکنه. به همین خاطر که اهمیت داره قبل از خواب و بعد از بیداری آرامش ذهنی مناسبی رو داشته باشیم. پس میتونید فعالیت‌های آرامبخش انجام بدین مثل مدیتیشن، یوگا و هر کاری که حس خوب و آرامش برای شما دنبال داره. این باعث میشه مغز شما آسودگی خاطر پیدا کنه و تا حدی خودش رو از اتفاقات روز جدا کنه. پس توصیه میشه یک روتین ثابت برای قبل از خواب و بعد از بیداریتون داشته باشین. به مدت 1 ربع تا 20 دقیقه کارهایی انجام بدین که براتون آرام بخشه، مثل مطالعه کتاب یا مدیتیشن. همونطور که قبلا هم گفتم، اول صبح و آخر شب سمت گوشیتون نرید. خیالتون راحت. ما انسان‌ها بدون وجود ایمیل و اینستاگرام به ما سفر کردیم، اهرام مصر رو ساختیم و داروی بیهوشی رو کشف کردیم. پس شما هم میتونید مدت کوتاهی رو بدون چک کردن موبایل به سر ببرید. مورد بعدی اینه که اگه کاری ذهن شما رو مشغول کرده، اون رو روی کاغذ بنویسین. تحقیقات نشون میدن نوشتن چیزایی که فردا باید انجامشون بدین باعث میشه مغز ما آروم بشه و از درگیری با اونها در طول شب خلاص بشه. شماره 8، محیط مناسب خوابتون رو طراحی کنید. شما برای درست خوابیدن به نشانه‌هایی وابسته هستید که از محیط خودتون دریافت میکنید. وقتی نور محیط زیاد باشه، مغز شما احساس میکنه باید بیدار باشه. وقتی تاریک باشه، احساس میکنه وقت خوابه. بنابراین در اتاق خوابتون پرده‌های تاریک نصب کنید. اگر صدا اذیتتون میکنه، از گوشگیر یا صداهای سفید و یک نواخت مثل صدای پنکه استفاده کنید.
دمای اتاق رو کمی خنک نگه دارین و برای اینکه مطالب بیشتری در مورد بهداشت خواب یاد بگیرین پیشنهاد میکنم عبارت بهداشت خواب رو در گوگل جستجو کنین. اما همین 8 موردی که یاد گرفتین میتونه خواب شما رو از این رو به اون رو بکنه. امیدوارم که این موارد رو رعایت کنین و یه خواب راحت و با کیفیت داشته باشین که هم انرژیتون در طول روز بالا بره و هم همیشه سالم و سر حال باشین. ویدیو رو با جمله از هنی یانگمن کمدین آمریکایی به اتمام میرسونم. اگه قرار امشب کاری انجام بدین که فردا صبح پشیمون بشید، دیر بخوابید.